تبدیل $30 به $1000 با این استراتژی. بیایم با هم این استراتژی رو ببینیم. تو این ویدیو میخوایم استراتژی رو بهتون بگم که باش میتونید $30 رو تبدیل به $1000 بکنید. چطور؟ این استراتژی به این صورته که شما میاد این قلم رو انتخاب میکنید و چشماتون رو میبندید، برای قیمت کف مشخص میکنید و میکشید اینجوری و دوباره براش سقف مشخص میکنید و برای سقفی که میخواید مشخص کنید به چه صورت عمل میکنید. چشماتون رو میبندید و بیایید برای سقفتون اینجوری میکشید با چشم بسته. حالا چیکار میکنید؟ این چیزی که کشیدید رو میانگینش رو در نظر میگیرید و به چه صورت ما این خط رو انتخاب میکنیم. میانگین الان این چیزی که من کشیدم، این سقف تا این کفه، میانگینش میشه اینجا یه خط میندازم. دوباره این پایین برای این کفم هم از اینجا تا اینجا که کشیدم میانگینش تقریبا میشه اینجا هم یه خط میندازم. حالا چه اتفاقی میفته؟ سقف و کفم مشخص میشه و بعد وقتی که اومد نزدیک این کفه شد، من میام چیکار میکنم؟ این نقطه من نزدیک شد میام میخرم، نزدیک این شد میام میفروشم، به همین راحتی. خب دوستان، از این سبک استراتژی چرت و پرت خیلی توی یوتیوب جدیدن مد شده. ببینید بچه‌ها، من این ویدیو رو گذاشتم که چی بگم؟ گول این ویدیو رو نخورید که طرف میگه من به شما یه استراتژی میگم، چون من خیلی دیدم جدیدن توی یوتیوب و علاوه پلتفرم‌های دیگه فروش استراتژی باب شده. طرف میاد به شما میگه که استراتژی شخصیشو میاد به شما میفروشه و 4 تا استراتژی این سبکی هم برای شما گذاشته توی چنلش، میگه اینا استراتژی مثلا معمولی ان ولی استراتژی شخصی من خیلی حرفه‌ایه، میتونی باش $20 تو بکنی $1000، $30 تو بکنی $10,000. از این حرفا میزنن که فقط استراتژیشون رو به شما بفروشن. من نمیگم خرید استراتژی کار بدیه، نه، من خودم به شخص کلی هزینه کردم برای خرید استراتژی و استراتژی خیلی از افرادی رو که میشناختم خریدم، ولی خب اونها افرادی بودن که من واقعا میدیدم کارشون به صورت حرفه‌ایه و من استراتژی شخصی خودم که در حال حاضر دارم، من با 2 تا استراتژی دارم که ترید میکنم. این استراتژی رو خودم به شخص خریدم، یعنی 80%شو اون توی اون حالا چیزهایی که خریدم، یعنی با اون اطلاعاتی که خریدم هستش. 20% دیگه شو خودم یک سری تاییدیه‌های شخصی دارم اضافه کردم و استراتژیمو قوی‌تر کردم. پس این که حالا شما هر شخصی که میاد برای شما میگه که من استراتژی دارم و استراتژیمو به شما میفروشم، گوله این افراد رو نخورید، گوله این افراد رو نخورید و حرف این افراد رو باور نکنید. اینجوری نیست که شما فکر کنید بیاید استراتژی این افراد رو بخرید و بعد این افراد بیان چیکار کنن؟ استراتژیشون رو به شما بگن و شما استراتژی اونها رو که یاد گرفتید بتونید $20 رو بکنید $1000. این شخص اگه میتونست این کارو بکنه قطعا نمیومد استراتژیشو بفروشه. من نمیگم استراتژی خوب وجود نداره برای خریدن، نه، استراتژی خوب وجود داره، ولی خب این شخص که داره میاد به شما رویا فروشی میکنه اصلا کار درست نیست. خود من به شخص حالا استراتژی، حالا من اصلا راجع به استراتژی شخصی خودم اصلا ترجیح میدم صحبت نکنم، حالا میخواستم بگم ولی ترجیح میدم نگم. ولی خب هیچ استراتژی وجود نداره که شما رو بتونه یک شبه تا یه هفته 2 هفته $20 شما رو بکنه $1000، یعنی پول شما رو 10 برابر که نه 100 برابر بیشتر کنه. این همچین استراتژی دوستان وجود نداره. من خواهش میکنم از شما گول همچین افرادی رو نخورید که توی یوتیوب میان، حالا چه پلتفرم یوتیوب، چه اینستاگرام، چه تلگرام، میگن حالا استراتژی دارن که شما اگه استراتژی اینا رو یاد بگیرید میتونید $20 $30 رو بکنید $1000 $2000. اصلا همچین افرادی رو حرفشون رو باور نکنید، گول همچین افرادی رو نخورید. خیلی افراد شیاد این سبکی زیاد شده. من میشناسم خودم به شخص کسایی که حالا توی این زمینه دارن چیکار میکنن، خودشون از بازارهای مالی هیچی نمیدونن، دارن فقط یک سری چرت و پرت رو به اسم استراتژی به مردم میفروشن. خرید استراتژی من میگم حالا اگر شما میخواید بخریدم و از یه شخصی بخرید که چندین سال کارش اینه و خودتون ازش مطمئن هستید و میدونید که شخص حرفه‌ایه تو این بازار. ولی خب این افرادی که میان میگن مثلا شما بیاید استراتژی ما رو بخرید، میتونید چیکار کنید با استراتژی ما؟ اون $20 $30 $50 $100 که دارید رو 100 برابر کنید. حرف اینا رو به هیچ وجه باور نکنید. اگه کسی میاد به شما گفت که توی بازارهای مالی یه شبه میشه پولدار شد، به هیچ وجه حرف اینا رو باور نکنید. خود من به شخص با حداقل 5 سال که آشنایی دارم با این زمینه، دارم کار میکنم تو این بازار، نمیتونم بیام بگم که چی که من میتونم آقا یه استراتژی به شما بدم که شما با این استراتژی به پولتو 100 برابر کنید تا یه هفته. نه، همچین چیزی وجود نداره. خود من استراتژی من ریوارد خیلی معمولیه، بین 2.5 تا 3 هستش و یه وین ریت خیلی معمولی 60 تا 65% داره و خود من به شخص استاپ میخورم و معاملاتم توش استاپ هست، سود هست، ضرر هست و همه اینها هست. ولی افرادی وجود دارن میان به شما میگن که چی. من خودم توی حالات چه برنامه دیوار از اینها زیاد دیدم، چه توی تلگرام، چه توی اینستاگرام، چه توی یوتیوب، میگن آقا تو بیا چقدر بده، 3 میلیون تومان، 4 میلیون تومان به ما بده
ما یه استراتژی بهت میدیم، این ریت 90% داره، ریسک ریواردش بین 7 تا 8 و علاوه بر اون میام حالا کلی چیزای دیگه میگم. و دوستان ببینید حالا اون شخص، من نمیگم هر کسی که استراتژی میفروشه واقعا اون شخص استراتژیش به درد نمیخوره و شخص ضعیفو به درد نخوریه، نه، ولی اکثر افرادی که میان چیکار میکنن، سعی میکنن با رویا فروشی با شما حرف بزنن، میگن که مثلا آقا چجوری تو 2 هفته 3 هفته میتونی پولتو 100 برابر کنی، مثلا آقا $40 تو بکنی $1000 $2000. این فرد مطمئن باشید داره به شما دروغ میگه. این بازار اینجوری نیست که شما بتونید یک شب پولتون رو چندین برابر کنید. خود من به شخص توی معاملاتم توی هر معامله 1% به شخص ریسک میکنم و ببینید این 1% باید مگه من تو طول هفته چند تا معامله باز میکنم؟ من حالا 8 تا معامله باز کنم، از این 10 تا معامله من 3 تاش حالا استاپ بخوره و 7 تاش سود بشه، باز هم نمیتونم پولی که دارم سرمایه‌ام رو 100 برابر کنم. حالا نمیدونم اون افراد چجوری و چه مدیریت سرمایه‌ای میان به شما آموزش میدن، ولی گول همچین افرادی رو لطفا نخورید و این ویدیو صرفا من حالا کاورش رو این سبک کردم و این سبک گذاشتم چون میدونم شما با این سبک کاورها جذب میشید، با این سبک تامنیل ها جذب میشید. به خاطر شما اومدم این سبک تامنیل رو استفاده کردم که بتونم یکم تلاش کنم شاید آگاهی حالا یک سری از دوستان آگاهیشون رو بیشتر کنم که گول همچین افراد سودجویی رو نخورن که میگن یک شبه میتونن شما رو ثروتمند کنن و یک شبه میتونن یه استراتژی به شما یاد بدن، یه فرمولی به شما یاد بدن که یک شبه تو بازارهای مالی شما پولت 100 برابر بشه، 50 برابر بشه. خب دوستان ممنونم از نگاهتون. باز هم اگه سوالی داشتید در این مورد، حالا این افرادی که استراتژی میفروشن اینا، من میگم شاید 90% شیاد باشن ولی 10% هم وجود داشته باشن افرادی که حالا استراتژیشون حالا میان به بقیه یاد میدن، این هم هست. ولی خب اگر دیدید توی اون حالا فروش استراتژی، حالا آموزش کلا، چه آموزش تحلیل تکنیکال بود، چه آموزش ترید بود، چه آموزش حتی ایردراپ بود، هر چیزی بود، اگر دیدید خیلی داره توش اجحاف میشه و توش داره طرف جوری رفتار میکنه که انگار شما میتونید با آموزش اون مسیر 10 ساله رو بخورن یک شبه برید، اینکه میتونید سرمایه‌تون رو 100 برابر 50 برابر کنید و تو یک شب این کارو انجام بدید، تو یه هفته این کارو انجام بدید، مطمئن باشید داره بهتون دروغ میگه. اگه میبینید طرف سوداش آهسته و پیوسته است، میگه آقا که مثلا به چه صورت، میگه آقا من به شما یا آموزشی یاد میدم که شما میتونید هفته 3% روی سرمایه‌ات سود بگیری، 5% سود بگیری. این میتونه طبیعی باشه این آموزشه. ولی اون که حالا میاد میگه به شما که میگه میتونید شما چیکار کنید، $40 رو بکنید $1000، این مطمئن باشید داره دروغ میگه. اصلا همچین چیزی وجود نداره. اگه همچین چیزی وجود داشت خود طرف $1000 رو میکرد $1,000,000. پس لطفاً یکم آگاهیتون رو بالاتر ببرید و آگاهانه تر توی این بازار رفتار کنید. خب دوستان ممنونم از نگاهتون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. خوشحال میشم هر سوالی، انتقادی، پیشنهادی، نظری داشته باشید توی کامنت ها برامون بگید. بنده پاسخگوی تمام سوالات شما هستم و خوشحال میشم که اگه این ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار کانال رو روشن کنید که ما هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتیم شما مطلع بشید. ممنونم از نگاهتون. تا ویدیو بعد، بدرود.